به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدانید که دین در نزد خداوند دین اسلام، یعنی تسلیم بودن در برابر حق است و اهل کتاب از آن عدول نکردند مگر بعد از آن که از حقانیت آن آگاه شدند و از روی حسادت راه مخالف پیشه کردند. و هر کس آیات روشن و حیات بخش خدا را نپذیرد بداند که خدا همه حسابها را به سرعت رسیدگی خواهد کرد. و اگر مجادله‌ای خصمانه را با تو آغاز کردند بگو من تمامی وجودم را به خداوند واگذار کردم. حتی کسانی که پیرویم می کنند این گونه هستند. و باز به اهل کتاب و به بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم خداوند بزرگ شده اید که اگر چنین کنند به راه سعادت هدایت خواهند شد و اگر هم به حقیقت پشت کنند بر تو ضرری نیست، زیرا تو یک ابلاغ کننده ای و خداوند بزرگ بر حال بندگانش بیناست.